در خدمت استاد دکتر تیمور دوراندیش خواهیم بود از اعضای کادر علمی مؤسسه تحصیلات عالی چراغ با معرفی بسیار کوتاهی از اویسکی. جناب دکتر تیمور در خدمت شما است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت حضار گرامی. خب بنده میخوایم در مورد Objective Structured Clinical Examination یا امتحانات کلینیکی مشاهده‌ای برای شما یک معلومات بسیار کوتاه ارائه کنم. اول خود کلمه آسکی از کجا به وجود آمد؟ شما قسمی که میفهمین در انگلیسی ما شما وقتی که اختصار میسازیم دو نوع ترکیب پیش میگیریم. یکی abbreviation داریم، یکی acronym داریم. مثلا خود کلمه HIV تمام کلماتش ما شما تمام حرفایش میگیم HIV، ولی وقتی که خود AIDS میگیم AIDS به شکل یک کلمه میخوانیم. مثال اگر میگیم MCQ Multiple Choice Questions، ولی وقتی که میگیم ASCII یا Objective Structured Clinical Examination خود کلمه را به شکل میخوانیم. یعنی ASCII کلمه است که از ترکیب انگلیسی به وجود آمده، از کلمات البته، و به شکل یک حرف یا یک کلمه خوانده میشه. بنان درباره تاریخچه آسکی ما میخوایم بگویم که از کجا سرمنشأ گرفت یا سرچشمه گرفت. در سالهای 1964 الی 1968 در University of Southern California خود پروفسور اچ اس برو و پروفسور ابراهیمسن اینا یک ایده، یک مفکوره را به حساب پیشنهاد کردن. مفکوره از اینا چیزی بود که ما گفت یک تعداد مریضا را یا هنرپیشه ها را ترین میکنیم که رول یک مریض اجرا کنند و این میشه که محصلین ما سطح دانششان بلندتر شود. که برای اولین بار اینا گفتن که ما در مضامینی که هستن امینا را به نام اینا پروگرام پیشنت یاد کردن یا مریض نماهای ترین شده. ولی پسانتر این که در امروز ما شما مثلا در یو اس ام ال در امتحان مسلکی خود امریکا یا کانادا یا امتحاناتی که بخیر امروز افتتاح میکنیم ما آسکی، اینا را به نام SP یا Stimulated Patient و یا Standardized Patient برش میگن. که شما اگر مقالات طبی را در این رابطه مطالعه کنین از این کلمه زیادتر استفاده میشه. مسئله بعدی دکتر ران هاردن که از پانتون گلاسکو در سال 1968 فارغ میشه، بعداً اینا سرپرست بخش تعلیمات کلینیکی در یونیورسیتی دندی در کشور اسکاتلند مقرر میشن. اینا مفکوره آسکی را به وجود میارن. یعنی قسمی که در سال 1979 در جنوری البته که تقریبا 30 سال قبل از امروز دکتر ران هاردن اولین مقاله را در مورد معرفی خود آسکی پیشنهاد میکنه و به چاپ میرسانه. و از جمله پروفسور آلفرد کشیری در سال 1979 اولین کس است که در امتحان فاینال جراحی فاکولته طب البته در پانتون دندی از طریقه آسکی یا روش آسکی استفاده میکنه. و اینا یک موضوع دیگر هم معلومه میکنه که در آسکی اگر ما چکلیست داشته باشیم برای مریضا، برای مریض نماها و همچنان برای خود استادا خوبتر میشه. خب در سال 1980 آسکی برای اولین بار در امریکای شمالی معرفی میشه. یعنی در اولین First Ottawa Conference که در ارزیابی های کلینیکی در خود کانادا دایر میشه که 230 اشتراک کننده می داشته باشه، 65 مقاله در پیشکش میشه و از 19 کشور دنیا در اینجا اشتراک کننده ها وجود داره. بنان آسکی برای اولین بار داخل امریکا یا به امریکا معرفی میشه که در کانادا شخص به نام میس تاملین اولین کس است که آسکی را در امتحانات نرسینگ پیاده میسازه و از همین امتحانات کلینیکی مشاهده‌ای همچنان در خود بخش MCCQE که امتحان لیسانس طبابت کانادا می باشه این را علاوه میکنه یک بخش میسازه. بعدا خود آسکی میره سیر میکنه به طرف کمیته ACFMG که به نام Educational Foreign Commissions of Foreign Medical Graduates گفته میشه که البته کسایی که میخواهند امریکا برن دکتر شوند و لیسانس بگیرن. اولین آسکی خود در سال 1998 دایر میکنه و اولین مرکز مسلکی آسکی در ایالت فیلادلفیا ایالات متحده آمریکا افتتاح میشه. خب بعدا شما قسمی که معلومات دارین General Medical Council یا شورای طبی عمومی که در کشور انگلستان است و کسایی که میخواهند امتحان مشهور پلب سپری کنند اینا تصمیم میگیرن که ما آسکی را جزء از امتحان پلب میسازیم. یعنی آن دکترایی که میخواهند داخل خاک انگلستان پرکتس کنن باید آسکی را سپری کنن. و بالاخره آسکی به صورت رسمیش در سال 2004 با
National Board of Medical Examiners که در خود امریکا می باشه و از مسئولین امریکایی امتحان میگیرن. 5 مرکز مسلکی را افتتاح میکنن و اولین امتحان بخش USMLE Step 2 CS یا مهارت‌های کلینیکی Step 2 USMLE را که میگیرن توسط آسکی یا امتحانات کلینیکی مشاهده‌ای در سال 2006 افتتاح میکنن که معمولا این امتحان 8 ساعت است، 12 استیشن داره و در کانادا که از 14 استیشن معمولا میمونن به صورت استاندارد و سالانه در حدود 34 الی 35 هزار مسئولین امتحان میتن و لیسانس طبابت خود به دست میارن. و بالاخره قسمی که آسکی سیرش که برای شما گفتم در تمام دنیا معرفی شد و فعلا عصر فعلی یا امروز در تمام پانتونای بین المللی آسکی هم پرکتیس میشه و هم مسئولین از طریق آسکی ارزیابی میشن. و بنده که در پانتون طبی گلف درس خواندم و برای اولین بار کنجا که من رفتم اولین امتحانم به شکل آسکی دادم و برای من راستی یک چیز نو بود. بنابراین از این خاطر خواستم با این زیادتر و خوبتر آشنا شم و قسمی که امرای مؤسسه تحصیلات عالی چراغ همکار می باشم در حدود 7 الی 8 ماه من خواستم که آسکی را در این مرکز امرایشون همکاری کنم و ایجاد کنم به خاطر از اینکه ما بتانیم دکترای بهتر، مسئولین بهتر و جامعه افغانستان تقدیم کنیم. خب یک سیر بسیار کوتاه به خود آسکی. شما کلمه آسکی را فهمیدین که چی است؟ بنان آسکی یا Objective Structured Clinical Examination که وقتی که ترجمهش کنیم میشه امتحانات کلینیکی مشاهده‌ای. البته برای خوبی فهمیدن از این مطلب قسم است که میتونیم این کلمات هر جز از این معنا کنیم یا تشریح کنیم که خوبتر فهمیده شود. بخش اول از این Objective یا کلمه Objective تشکیل میده. چرا؟ به خاطر از اینکه آسکی وقتی که تنظیم میشه به شکل استیشن ها تنظیم میشه که ما سنترش که یا مرکزش در پانتون ایجاد کردیم. شما که میبینین خود استیشن ها یا جایی می باشه که هدایات سوال ها در اینجا ترتیب میشه، یعنی سوال ها به گونه هدایت برای مسئولین پیشکش میشه و عین مارک برایشان داده میشه مطابق با استیشن ها. بعداً برتری آسکی نسبت به امتحانات دیگه چی است؟ در آسکی جنبه عملی و مشاهده‌ای زیادتر می باشه. قسمی که از نامش پیداست امتحانات کلینیکی مشاهده‌ای نسبت به امتحانات سابجکتیو یا ذهنی، یعنی ما و شما وقتی که یک MCQ را یک مسئله حل میکنه البته جنبه ذهنی داره ولی وقتی که در آسکی میره یک جنبه عملی داره. خب چرا استراکچر دیگه میگیم؟ به خاطر از اینکه آسکی که هست به شکل استیشن ها تنظیم میشه، سوالات و هدایت ها در بین استیشن ها جابجا میشه و محصلین و یا اشتراک کنندگان مطابق به می هدایت سوالات را جواب میدن و در عین گپ که هست تایم بسیار زیاد مهم است در آسکی، یعنی تایم امتحان است که تایم شده است. خب بخش اصلی آسکی را کلینیکال اگزامینیشن تشکیل میده، یعنی که ما وقتی که آسکی یا امتحانات کلینیکی مشاهده‌ای میگیم و یا تطبیق میکنیم هدف ما شایستگی کلینیکی است. به گونه مثال برای یک مسئله طب بسیار زیاد مهم است که بفهمم فشار خون چیست، ولی این مهمتر است یا خوبتر خواهد بود که بفهمم چه رقم یک فشار خون ببینه یا چه رقم فشار خون بگیره از یک مریض. و در این حالت یعنی تاکید ما بیشتر سر مهارت هاست. از همین خاطر ما میتونیم دکتران بهتر به جامعه تقدیم کنیم یا مسئله تر. خب این بعض تصاویر است که ما در جریان خود امتحان آسکی در ایالات متحده آمریکا گرفتیم. شما اینجا میبینید مسئولین مجهز هستند و میبینید در پشت سر اتاق ایستاده هستند، البته هدایات خود میخوانند. بعداً زنگ زده میشه، یعنی استفاده زنگ در آسکی بسیار اهمیت عمده داره. وقتی که مسئولین یا اشتراک کنندگان از استیشن به استیشن دیگه انتقال میکنن توسط آواز زنگ انتقال میکنن. خب اولش که از هدایات است که شما میبینید در تصویر مسئول در دوسیه هدایات خود میخوانه که یعنی دمی استیشن چی است یا چی وجود داره یا ما با کدام سوال مواجه هستم. و داخل استیشن که میشه استیشن تا حد اندازه آخرش کوشش میشه که به شکل یک OPD یا پیشنت دیپارتمنت یا یک اتاق شفاخانه باشه، یعنی که اتاق کوشش میشه اتاق یا شکل مسلکی و طبی خود بگیره و شکل شفاخانه رو بگیره بخواد. و اینجا تصویر دیگر شما میبینید در این ناحیه یک مسئله در حالت تاریخچه گرفتن از مریض است و دیگه ایش میبینید در حالت معاینه فیزیکی از مریض است و همچنان براتون بگویم که اینا مریض نماها یا استانداردایزد پیشنت است که براتون پیشتر یادآور شده. و در عین حال اگر وقتی که آسکی گرفته میشه اینا تمام پروسیجر آسکی فیلم برداری میشه. این با دو جهت بسیار زیاد خوب است.
اولش ایسته که وقتی که محصل اگر ادعای نمره کنه، یعنی من سوال جواب دادم مطابق به این چیز و من درست هستم، شما میتونید ویدیو رو پس باش پلی کنین که نه تو در این قسمتی را این رقم گفتی. و اگر به دومی میشه یک ریکارد بسیار خوب برای قدم‌های بعدی یا دوره‌های بعدی که ما میتونیم استادا رو ترین کنیم یا محصولین رو ترین کنیم، از استفاده کنیم. خب بعد از اون میایم در قسمت امتحانات کلینیکی مشاهده‌ای. وقتی که استیشن ها را برای شما قسم قبلا یادآور شد میسازیم یا ترتیب میتیم، استیشن های از این میتونه از 1 تا 12 ما مثال گرفتیم و این مربوط به محتوای مضمون، مربوط مضمون چی پاراکلینیک باشه چه کلینیک باشه میشه. بنا با در آمدن صدای زنگ امتحان شروع میشه، محصل از یک استیشن به استیشن دیگه انتقال میکنه و با مجرد که تایم پورا میشه باز زنگ زده میشه، از استیشن اول میره به استیشن دوم، بالاخره تا که استیشن ختم میشه و امتحان خاتمه میافته. با گونه مثال برای اینکه خوبتر آشنا شویم، یعنی برای که سوال نماند، چند مثال از آسکی را ما در مضامین پری کلینیک یا به حساب پارا کلینیک در نظر گرفتیم. مثال اگر مضمون آناتومی باشه، میتونین شما یک مدل آناتومی را بانین، نامگذاری کنین یا شماره گذاری و در هدایت نوشته کنین که لطفا نامگذاری نمایید و محصل در هنگامی که میره در ظرف 3 دقیقه یا 5 دقیقه که ما تعیین میکنیم میتونه یک مدل نامگذاری کنیم. دومش مثال اگر در مضمون فیزیولوژی میتونیم ما یک میکروسکوپ بانیم با یک سلاید RBC یا کرویات سرخ خون و ازش از محصل پرسان کنیم که چی میبینی و اهمیت از چی است. همین رقم در مضمون بیوشیمی مثلا یک ساختمان دی را میتونیم بانیم. مثلا در مضمون فارماکولوژی میتونیم یک تخته پنیسیلین بانیم او عوارض جانبی در چی وقت داده میشه و چی است. میتونیم در مضمون پاتولوژی میتونیم یک مدل مایوکاردیال انفارکشن بانیم و پاتوفیزیولوژیش پرسان شیم. و به می رقم در مضمون باکتریولوژی یا میکروبیولوژی میتونیم یک گرام پازیتیو باکتریا را بانیم، تشخیص کنیم، از محصل پرسان کنیم. گپ بعدیش که است مثلا هند هایجین در خودش که بسیار زیاد یک تاکید است در سه طبابت بالایش میتونیم در بخش مهارت‌های کلینیکی از این پرسان کنیم از مسئله خود. و می رقم قسمی که از نامش پیداست امتحانات کلینیکی مشاهده‌ای. ما در وقتی که در مضامین کلینیکی هستیم دسترسی ما بسیار زیاد اینجا بزرگ است، یعنی وسعت داریم و میتونیم از در مضامین مختلف موارد مختلف و مورد ارزیابی قرار بدیم. بنابراین اینجا به گونه مثال ما چند مثالش یادآور شدیم. مثلا تاریخچه گرفتن خودش یک مهارت است و بسیار یک جزء اساسی تشخیص ما در روزمره می باشد. بنابراین مثلا تاریخچه گرفتن یا معاینه فیزیکی وقتی یک مریض ما شما معاینه میکنیم. مثلا میتونیم یک ویدیوی پارکینسونیسم برای مسئله خود پلی کنیم و پرسان کنیم چی است، چه رقم تشخیص میشه، تداوی چه رقم است. مثلا میتونیم مرمرهای قلب به صورت آدیو از طریق گوشکی برش پلی کنیم در استیشن، بگوییم که چی است، آیا نورمال است، غیر نورمال است. با می رقم ECG را میتونیم بانیم و ازشان پرسان کنیم که تشخیص چی است، چی میبینین، چه رقم تشخیص میکنیم. بعدا مثلا تایپ اف سوچر، خود سوچرینگ که در جراحی یک بخش یک مهارت بسیار زیاد مهم می باشد، سوچرینگ یا دوختن میتونیم پرسان کنیم. با می رقم اسپیکولم، معاینه اسپیکولم از در مضمون نسای ولادی. با می رقم لاب دیتا اینترپریتیشن، مثلا وقتی که یک معاینات لابراتوری رو شما میگیرین آیا میتونین بگوین کمی چی است؟ میتونیم یک کیس بسیار ساده مننجایتس، یک کیس ساده بسیار اپندیسایتس یا یک کیس بسیار ساده تب داشتن یا فیبر در اینجا ما شما ارزیابی کنیم. بنابراین در یگانه گپ عمده که از قسمی که براتون گفتم در آسکی یگانه موردی که از تایم بسیار زیاد مهم است. یعنی در یک امتحانی که ما شما میگیریم البته با طریق امتحانات کلینیکی مشاهده‌ای باید تایم مد نظر بگیریم و پیش از پیش برای محصلان استاد و ممیز اما که گفته شود که امتحان ما تحت تایم گرفته میشه یا در نظر داشت تایم گرفته میشه، اینال تایم تعیین کردنش یعنی در جواب دادن سوالات از 3 الی 5 دقیقه مربوط به محتوای مضمون میشه. خب و بالاخره در مورد خود امی مسئله آسکی و یا ارزیابی های شایستگی های کلینیکی دکتر جورج میلر که البته یک سایکولوژیست دکتر سایکولوژی یا روانشناسی می باشه در ایالات متحده آمریکا، اینا یک هرم پیشنهاد کردن که هرمی که بود که یعنی اگر ما شما وقتی که هرمش قسم است که اگر در صورتی که مسائل ذهنی را ما پرسان میکنیم از محصل تا قسمت نصف پیرامید یا به حساب هرم میفهمه و بعدش تا وقتی که به صورت آسکی یا کلینیک های مشاهده‌ای ما شما امتحانات کلینیکی مشاهده‌ای از محصل
محصل خود ارزیابی میکنیم. البته محصل در قسمت سلوکش، رفتارش و جنبه عملی بودن خود امتحان میتونیم ارزیابی کنیم که خود از این لترچر طبابت امروزی وجود داره و مطابق به سوالات طبی جور میشه و همچنان تهیه میشه که قسمت بعدی از این قسم ترتیب میکنن که یعنی اگر ما شما multiple choice questions یا سوالات 4 جوابه یا چندین جوابه پرسان کنیم، ایتو نشان میده نظر به این هرم که یعنی محصل یا امی کسی که امتحان میده تنها میفهمه. اگر به صورت EMQ یا SEQ پرسان کنیم میشه که محصل بگوید که من میفهمم و بفهمم که چطور یک چیز اجرا میشه، ولی به صورت آسکی یا جنبه عملی یا یک امتحان کلینیکی مشاهدوی اگر گرفته شود محصل عملا نشان میده. امروز بخیر ما افتتاح میکنیم، تمام مسائل در نظر گرفته از الف تا یا و انشالله که خوبتر و بهتر خواهد شده. و بالاخره خود دکتر ران هاردن که آسکی را افتتاح کرده و مقالات در این باره نوشته کرده و این مسئله را پیاده ساخته و امروز ما از استفاده میکنیم، گفته اگر امتحانات کلینیکی مشاهدوی به صورت درست و موفقیت آمیزش در یک جای یک فاکولته طب انجام شود یا صورت بگیره، بهترین وسیله ارزیابی برای محصلین می باشد. تشکر بسیار زیاد و خوشبخت هستم در مقابل شما قرار گرفتیم. تشکر از جناب دکتر تیمور دوراندیش. لازم به ذکر است که ایشان فارغ التحصیل دانشگاه طبی گلف امارات متحده عربی هستند و همچنین معاون تحقیقی در دپارتمان جراحی شفاخانه مدرسان نیوجرسی آمریکا.